سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. اولین ویدیو منه، میخوام تو یوتیوب ادامه بدم. اگه میشه این ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب یادتون نره، یک کامنت مشتی هم بذارید، عشق کنیم. امروز اومدیم کل لودات اتسمنت لوداتمو بدم بهتون. این اچس اسکلتیه، با این اتسمنت این سیزن نابود میکنه نمیو، یعنی وان تپ سولو بسکوات بدون پرک. بعدی میاد SMG فنک ناب با اتچمنت ناب. این اتچمنتشه، برید بردارید بچینید استفاده کنید، امیدوارم لذت ببرید. و سومین گان لودات اودن، درسته نرف شده ولی خیلی خوب میزنه. این اتچمنت خیلی خوب میزنه، رنجم نابود میکنه. 30 تا کلا این خشاب میگیره. میریم حالا تستشون هم میکنیم این اتچمنت ها رو. 30 تا کلا خشاب میگیرین، یعنی شما نیاز نیست کلا روی این اتچمنت پرک خشاب بزنید. یه پرکای دیگه ببرید، دمیجاشون رو ببره بالا یا هر چیزی دیگه. بعدی هم که بهترین گان بازی یعنی چی؟ AK117. AK117 کلا ساده پلی بدید. اپیکی میتیک حالا یه چیزی دیگه است، ولی اپیک میپیک نذارید. این اتچمنت شاهکار بتله، یعنی نه انمی تاک به تاک، ایم تو ایم کلا نمیتونه با شما در بیفته دیگه، چیترید کلا. بعدی هم یه اتچمنت دیگه است که کیچینای، که کلی هم طرفدار داره. این هم اتچمنتشه، بردارید بچینید استفاده کنید، قشنگ انمی ها رو نابود کنید. بعدی هم اتچمنت دیله که من خودم باش پلی میدم، خیلی دوستش دارم. دوستان از این ویدیو حمایت کنید، میخوام ادامه بدم.